سلام دوستان، خوش آمدید به چنل خودتون. نرم افزار اندروید. هر گونه مشکلی داشتید در نرم افزار اندروید ما در خدمت هستیم. خب دوستان، اگر شما هم مشکل سفید شدن صفحه اینستاگرام دارید و باعث میشه نتونید وارد اینستاگرام بشید و صفحه سفید بالا میاره، در خدمت شما هستیم. خب دوستان، همین اول لایک و سابسکرایب و زنگوله رو بزنین، خیلی ممنون میشیم. و دوستان، اینجا دو تا روش بهتون معرفی میکنم. روش اول اینه که فیلتر شکنتون رو عوض کنین یا تغییرش بدین. حالا از هر فیلتر شکنی که استفاده میکردین تغییر بدید، امیدواریم که صفحهتون درست بشه و وارد اینستاگرام خودتون بشین. ولی به هر حال اگر با تغییر VPN نتونستین درستش کنید، در ادامه با همراه باشید. وارد قسمت تنظیمات میشیم و از قسمت تنظیمات میریم وارد برنامه ها، مدیریت برنامه ها، و از اینجا صفحه یا اینستاگرام رو پیدا میکنیم و اینم از برنامه اینستاگرام. اینجا میایم پاکسازی یا حافظه پنهان اینستاگرام رو میزنیم. به هر حال وقتی که بعد از این زدیم، میایم فیلتر شکن خودمون رو وصل میکنیم. گوشی منم شارژش تموم شد. خب وقتی که فیلتر شکن رو وصل کردیم، از دوباره میریم تو تنظیمات و دقیقاً همون جایی که رفتیم میزنیم مدیریت برنامه ها. هنوز دوستان وارد اینستا نشدیم، پس وارد اینستا نشید و اصلا صفحه رو باز نکنید. و از همینجا از دوباره اینستا رو بازش میکنیم، یعنی برنامه‌شو پیدا میکنیم. اینجا دفعه قبل زدیم پاکسازی حافظه پنهان، اینجا میزنیم پاکسازی همه داده ها، یعنی اون اولی رو میزنیم. بعدش از دوباره میایم خدمات گوگل رو پیدا میکنیم. از اینجا گوگل نهاش خدمات گوگل پلی، اینجا خدمات گوگل پلی هم پاکسازی حافظه پنهان میزنید. خب دوستان، اینجا که این همه اینا رو وارد کردین و وارد اینستاگرام خودتون بشید، وقتی وارد اینستاگرام خودتون شدید، از دوباره میتونید اکانت خودتون رو برگردین، یا حالا به هر جیمیل یا شماره که زدین با گذرواژه‌اش و تموم. اینستاگرام شما درست میشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون آمده باشه. خداحافظ شما.